خلاصه بازی دو تیم منچستر یونایتد و منچستر سیتی. توی ترکیب تیم منچستر یونایتد اونانا، لیندلوف، آمرابات، مگوایر، برونو فرناندز، رشفورد، هویلوند، اریکسن، دالوت، ایوانز و مکتومینای حضور داشتن. اما در طرف مقابل ادرسون، واکر، استونز، دیاز، گواردیول، رودریگو، برناردو سیلوا، فودن، گریلیش، آلوارز و هالند توی ترکیب تیم منچستر سیتی بودن. اولین موقعیت خطرناک بازی توی دقیقه 7 صورت گرفت و اینجا بود که دبل یونایتد باز نشد. توی برگشتن بود که ارلینگ هالند اومد که ضربش رو بزنه، اما اونانا سیو رو اونجا انجام داد. یه بار دیگه این بار گریلیش بود که ضربه خطرناک خودش رو زد. حالا ارسال، ببینیم اینجا مشکوک به خطا و بله به VAR میره و خطا گرفته میشه و ضربه پنالتی دقیقه 25 بازی. ببینیم با هم دیگه از نگاه دوربین تماشاگران. اینجا بود که ضربه بغل پای هالند باعث شد که منچستر سیتی یکی جلو بیفته از تیم منچستر یونایتد و توی همین نیمه اول منچستر سیتی جلو بیفته. اما اینجا بودش که هویلوند یه موقعیت داشت، پاسی که داد به برونو فرناندز اما توپ رو بیرون زد. ببینیم با هم دیگه اینجا بازیکن تیم منچستر فرصت دارن، ارسال و باز هم اونانا که سیو میکنه و اینجا بود ضربه بازیکن تیم منچستر یونایتد که سیو میشه و باز هم گل. دقیقه 48 و ارلینگ هالند که میتونه دروازه تیم منچستر یونایتد رو باز بکنه. ببینیم با هم دیگه جایگاه دوربین تماشاگران. اینجا بودش که کار 2-0 شد و سیتیزن ها 2-0 جلو میافتن از حریفشون. خوشحالی بازیکن تیم سیتی رو با هم دیگه میبینیم. تیر خلاصی بود شاید این گل هالند تا کار 2-0 بشه توی این بازی، اما این پایان کار نبود و اینجا داشت اما ضربش از کنار دروازه 2 گل خورد و این هم گل سوم بازی روی پاس هالند. فیل فودن بود که تونستش گل زنی بکنه و کار رو 3-0 کرد و تحقیر منچستر یونایتد در اولد ترافورد. میبینیم با هم دیگه اینجا هم دقیقه 81 بزنه و برگردونه خوشگلش. و خب این دوستان این بود خلاصه بازی دو تیم منچستر یونایتد و منچستر سیتی. حتما سابسکرایب کنید و همونطور هم که دیدید منچستر سیتی 3-0